امروز ما با شما با فیلم مشهور وندر وومن با اشتراکی گادوت زبان انگلیسی مeomӯзем رفتیم. سلام زبان‌آموزان، نام من سعید و این زبان‌آموز است که هر هفته با شما زبان انگلیسی می‌آموزد و امروز ما با شما تصمیم گرفتیم که وابسته به جواب‌های شما با فیلم وندر وومن با اشتراکی گادوت زبان انگلیسی می‌آموزیم. این فیلم سال 2017 با روی اکران ها برآمد و ممکن شما این فیلم را دیده باشید و امروز ما با شما یکی از صحنه‌های جالب آن را که استیو با دیانا در قایق به طرف لندن حرکت می‌کنند این صحنه را تحلیل می‌کنیم و کلمه و اباره آن را می‌آموزیم. همچون خواننده فیلم اول ما صحنه را پورچه را تماشا می‌کنیم و بعدا آن را جمله به جمله تحلیل می‌کنیم. رفتیم. How long until we reach the war? The war? Which part? The Western Front in France is 400 miles long from the Alps to the North Sea. Where the fighting is the most intense then. If you take me there, I'm sure I'll find Ares. Ares isn't the god of war? The god of war is our responsibility. Only an Amazon can defeat him. With this. And once I do, the war will end. Look, I appreciate your spirit, but this war it's a great big mess. And there's not a whole lot you and I can do about that. I mean, we can get back to London and try to get to the men who can. I'm the man who can. Yeah. And once I find and destroy Ares, the German armies will be freed from his influence. And they will be good men again, and the world will be better. صحبت از طرف دیانا سر می شود و او میپرسد از استیو که How long until we reach the war? How long until we reach the war? یعنی تو جنگ چند قدر راه است؟ تو جنگ چند قدر راه باقی مانده است؟ How long این یکی از کلمه های WH هست که در این درس شما میتونید آیدی کلمه های WH و سوالگذاری مخصوص تماشا کنید و how long چقدر ترجمه می شود. این چنکی وقت است و این چنکی دروزی است، یعنی how long how much ما میتونیم وقت رو با دروزی چین کنیم. مثلا how long has been this going on. این کار چند مدت شد که دوام میکرد. این که مثال دیگر how long do you intend to work on the earth? And how long do you intend to walk the earth? تو چند قدر نیاز داری که در روی زمین راه کنی، یعنی چند قدر نیاز داری که زنده مونی، چند قدر وقت دیگر. The war which part? جنگ کدام قسمش؟ یعنی war این جنگ است. این جنگ یک با یک نه، بلکه این جنگ کلون در نظر دارد. با مثال عادی شده میتواند جنگ دوم جهان the second world war. مثلا more records were lost in the war. Most of the records were lost in the war. اکثر موادها در جنگ دوم جهان نابود شده بودند. اکثر موادها در جنگ دوم جهان گم شدند. و استیو دوام میدهد the western part in France is 400 miles long from the Alps to the North Sea. The Western Front in France is 400 miles long from the Alps to the North Sea. این جمله کمی درست‌تر است و ما آن را دو قسم کرده ترجمه میکنیم و تحلیل میکنیم با شما. یکم قسمش این است که the western front in France یعنی فرانت غربی در فرانسه. در اینجا western کلمه که برای ما لازم است western این غربی میشه. غربی یعنی این سمت گئوگرافی است. در ما 4 سمت گئوگرافی داریم. این north, east, south and west است. یعنی که در زبان تاجیکی آنها همچون شمال ترجمه می شود. یکم از شمال وقتی که ما در نیمه روز رو طرف آفتاب میگردانیم این شمال است و شرق طرف دست راست ما است اگر رو با آفتاب باشیم و جنوب این پشت ما است و غرب این طرف دست چپ ما است که شکلی که شما در این خریطه میبینید. یعنی در بالای بالا طرف روسیه و انتارکتیدا این نورس است. مثلا look that's east west north. Look, that's east, west, north. ببین این شرق است، غرب است و شمال. و در دوام جمله استیو میگوید the western front in France is 400 miles long from the Alps to the North Sea. فرانت غربی در فرانسه 400 میل دور است از کوههای آلپ تا بحر شمال. 400 miles long یعنی 400 میل دور است. میل در زبان تاجیکی و چینکی
عادی که ما حساب میکنیم برابر است با 1.6 کیلومتر. یعنی در عموم این 620 کیلومتر دورتر است. و در جواب یو دیانا میگوید که where the fighting is most intense then. Where the fighting is the most intense then. از این جمله ما دو کلمه رو میآموزیم، یعنی the fighting و intense. خیر به جایی که جنگ بسیار سخت است. The fighting in جنگ است، جنگی چقدر که ما گفتیم یک به یک رو در نظر داد، یا اینکه یگان زد و خورد کلانتر رو. مثال those who aren't killed by the virus will probably die in the fighting. Those who aren't killed by the virus will probably die in the fighting. شخصانی که از ویروس نمردن احتمال است که در جنگ جان خود را از دست دهند. یا اینکه مثال دیگر the fighting will stop. The fighting will stop. جنگ بس می شود. و کلمه دیگری که چقدر که گفتم intense است. intense در زبان تاجیکی ترجمه می شود همچون سخت، شدت و قوی. مثلا It's just an intense dream. Just a very intense dream. این تنها یک آرزوی سخت است، این یک آرزوی قوی است. If you take me there, I'm sure I'll find Aris. If you take me there, I'm sure I'll find Aries. یعنی میگوید که اگر تو ما را به آنجا بری، من باور دارم، من مطمئنم که من آریس را در آنجا مییابم. Take me این بردن است، یعنی take someone somewhere این یگان کس رو به آنجا بردن است، یعنی که راه بلدی کردن است. مثلا take me home please, I wanna go home. Take me home, please. I want to go. لطفاً ما رو به خانه بر، من میخوام خانه باشم، در خانه باشم. یکی take me back to the hotel. Take me back to the hotel, son. ما رو به مهمانخانه برگردون. I'm sure من باوری دارم. Sure این باوری است، مطمئن است، یا اینکه خاطر جمعی. مثلا yeah I'm sure we will. Yeah, I'm sure we will. ولی ما میتوانیم که من باور دارم که ما میتوانیم. و دیانا میگوید که من باور دارم که من در آنجا آریس رو مییابم. I'm sure I'll find Aris there. If you take me there, I'm sure I'll find Aries. Aris as in the god of war. Ares is in the god of war? Aris همچون خدای جنگ. The god of war is our responsibility. The god of war is our responsibility. خدای جنگ این عهده‌داری ماست، این وظیفه ماست. Responsibility ترجمه میشود همچون عهده‌داری یا اینکه وظیفه. یعنی خدای جنگ میگه این وظیفه ماست، این عهده‌داری ماست، این کار ماست. مثلا we created the protest, it's our responsibility. We created the protest. It's our responsibility. ما پروتست رو، ما ضدیت رو، ما جمعیت رو تشکیل کردیم، این وظیفه ماست، این عهده‌داری ماست. Only an Amazon can defeat him. تنها آمازون که میتواند او رو مغلوب کند. defeat این مغلوب کردن، شکست دادن و پراکنده کردن است در زبان انگلیسی. مثلا to defeat my enemy I extinguish his life and consume him as I consume these flames. To defeat my enemy I extinguish his life and consume him as I consume these flames. برای مغلوب نمودن دشمنم من او را خاموش میکنم و او را نابود میکنم، مثل اونی که من آتش را نابود میکنم، خاموش میکنم. And once I do, the war will end. Once I do, the war will end. یعنی دیانا میگوید که تنها آمازون که میتواند او را نابود کند با این شمشیر، با this. And once I do، با وقتی که من اجرا میکنم، وقتی که من تمام میکنم، اون را مغلوب میکنم، the war will end. جنگ تمام میشود. The war will end. Once I do این ترجمه میشود همچون وقتی که من تموم میکنم. و استیو بعد از آنی که دیانا با این روحیه بلند این سخنها را میگوید، میگوید که look I appreciate your spirit but this war is. Look, I appreciate your spirit, but this war is. نگاه کن. نگاه ببین. I appreciate your spirit. من این روحیه بلندی تو را قدر میکنم، احترام میکنم، اما این جنگ. از این جواب استیو ما دو کلمه دیگر رو میگیریم برای آموزش. این یکی کلمه این appreciate است که قدر کردن ترجمه می شود. یعنی I really appreciate what you are doing for me. من در حقیقت قدر میکنم اون چیزی که تو برای من میکنی. I really appreciate it. Thank you. من بسیار قدر میکنم. تشکر. و کلمه دوم این spirit است. spirit این روح می شود، روحیه می شود و در زبان روسی ما دخ میگوییم. دخ باوری. مثال از فیلم جوکر که او میگوید با بتمن که until their spirits breaks completely، تا زمانی که روحیه آنها تماما شکسته نشود. Until their spirit breaks completely.
It's a great big mess. این یک بی‌ترتیبی کلان است. این یک جزیره است. این یک نافهمگی کلان است. It's a great big mess. کلمه عجیب از این جمله اون است که big mess. یعنی big mess در علاهیدگی این بی‌ترتیبی میشود، بی‌ترتیبی میشود و big mess این یک مشکلی که صد سر دارد و اون رو حل کرده نمیشود، که یک بی‌ترتیبی که اون کس اون چیز رو گوش نمیکند. مثال یادی این جنگ از خودش که وای استیو میگوید که این یک بی‌ترتیبی کلان است و نمیدونه که کی کجا میرود. مثلا My house is a big mess and the pool is filthy. My house is a mess, the pool is filthy. خانه من بی‌ترتیب است و حوض وضوئی به نهایت جزیر است. filthy این کلمه جزیر افلاس است خانه من. And there is not a whole lot that you and I can do about that. And there's not a whole lot you and I can do about that. استیو در دوام میگوید که و در آنجا یگان کاری نیست، یعنی آن چیزی نیست که ما با تو آن را تماما پورا اجرا کرده توانیم. whole lot یگان چیزی تام، یگان چیزی پورا است، یعنی ما اون را پورا از عهده‌اش برآمده نمیتوانیم، میگوید استیو با دیانا. مثلا What Shep told us didn't make a whole lot of sense. What Shep told us didn't make a whole lot of sense. چیزی که شپ برای من گفت این یک معنای پورا نمیتید، یک اون معنا نداره. I mean we can get back to London and try to get to the men who can. We can get back to London and try to get to the men who can. I'm the man who can. و من نیت دارم، من گفتنیم که ما برمیگردیم به لندن و در آنجا با شخصی رو میکوبیم که او از این عهده اون کار میبراید. who can از عهده این کار میبراید، این کار رو اجرا کرده میتواند. و دیانا باز هم میگوید که I am the man who can. I'm the man who can. اگر دوستان اهمیت داده باشید I am the man who can، دیانا خود دختر است و در اینجا میگوید که I am the man who can. شاید که ما میدونیم من این کلمه مرد است، مرد ترجمه میشد، اما دیانا مرد نیست. و فراموش نکنید دوستان که من در فرهنگ تاجیکی و زبان انگلیسی یکم معنای آن مرد نیست، بلکه یکم معنای آن انسان است. انسان آدم است و من دلخواه زن و دلخواه کودک، دلخواه مسافر، دلخواه کمپیر میتونند بگه که I'm a man who can do something، یعنی من آدمیم که من شخصی ام که اون رجوع کرده میتونم. و دیانا در اینجا میگوید که I'm the man who can، من اون آدمیم که میتونم، من اون شخصی ام که اون رجوع کرده میتونم، از عهده‌اش میبرایم. And once I found and destroy Ares. And once I find and destroy Ares. و وقتی که من میوام با destroy Ares. destroy این کلمه ویران کردن است. I will destroy him! The German armies will be freed of his influence and they will be good men again. And the world will be better. The German armies will be freed from his influence and they will be good men again and the world will be better. و وقتی که من ارس رو میوبم او رو نابود میکنم، اسکران نویس از تحت تاثیر آزاد میشن و آنها باز مردان خوب میشن و دنیا بهتر میشود. این بود دوستان درس انگلیسی با فیلم وندر وومن با اشتراک گال گادوت، یکی از زیباترین هنرپیشه های دنیا. و اگر دوستان این درس برای شما فایده آورد، پس لایک رو فراموش نکنید و با کانال ما عضو شوید در یوتیوب و فیسبوک. تا درس های دیگر دوستان